البته روبل روس آخه برای اکثریت مهاجرای ما در روسیه کار میکنه در آمریکا خیلی کم کار میکنه اگر قربی اگر روسیه پولی اگر روسیه اگر استوار ماند یا بلندتر باشه اگر به مردم ما خیلی بهتر است برای اکثریت مهاجرای ما شکایت از اون داره که امروز من در روسیه قربی روسیه پولی روسیه پاس شد انا ما معاشی که میگیریم ناچیز است با خونه روان کردن نمیتونیم خلاص برای اینکه قربی روسیه اگر خوب باشد این خوبتر است بلندتر باشه اگر نظر به دلار میخواست خیر روبل نقصتر ای نمیدونم چخوازی موجوره ما ای طرف مسکا پل روی میکنن با پس میشن نمیتونن به چرا کار میکنن روبل در نظر من نقصه خوربش بالا میره برای هوای 23 دلار ذخیره میکرده خیر برای سومانی برای همه داد و گرفتی جمهوری تاجیکستان هم که با سومانی است مقصد برای هم سومانی با پول سومانی ذخیره همش با پول سومانی میکنه مهاجرای ما بسیار هم در فدراسیون روسیه هم مثلا روبل بالاتر و با بهتر میشد برای مردم ما مثلا ما یک شهروند آزادیم واقعی ما برای ما مهمتر پول سومانی خود ما همین سومانی خود در نظر داریم بعد پسنداز باشه بانک نمیمونیم با کدام پول پسنداز میکنیم همین سومانی خود با دلار روبل نه با ما قاچی ندارد اون برای آدمایی که سر کار دارن برای هوا در کارن برای ما سومانی بهترینه پول روسی قطعی برای کی داد گرفت قطعی هم رسود داریم تمام انا میخیر